سلام 13 آبان در تاریخ حکومت آخوندی همواره روز جنجالی بوده، چون اتفاقات زیادی توی این روز رخ داده. ولی 13 آبان 97 قرار جنجالی تر از همیشه باشه، چون دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا از این روز آغاز میشه و سوال روی میز اینه که بعد از 13 آبان حکومت خامنه‌ای میخواد با عواقب تحریم‌ها چه کار کنه؟ این پرسشی است که توی این برنامه پی میگیریم. خب قبل از هر چیز ببینیم که روحانی با خودش چنده و وضعیت نظام رو توی این وان‌افزا چطور میبینه. ما از لحاظ سیاسی بی تردید در سطح جهان پیروزی کم نظیر تاریخی را در اختیار داریم. این صداگذاریه؟ واقعیه؟ بابا اینا چی میزنن؟ یعنی اینقدر؟ در برابر آمریکا امروز ما کشورهای دوست فراوانی داریم: روسیه، چین، هند، اتحادیه اروپا. حالا اینکه ما با بعضی از این کشورهای دوست اروپایی بعضن شوخی میکنیم و یه کارای کوچولوی تروریستی میکنیم، دیگه نباید اینقدر بزرگش کنن و به دل بگیرن، سریع سفیرشون رو برگردونن. پلیس دانمارک بدون ارائه مستنداتی عوامل منتسب به ایران را به حمله به یک فرد در خاک این کشور متهم کرد. در پی این ادعا دانمارک سفیر خود را در تهران برای پاره‌ای از مشورت‌ها فراخواند. پس این از رابطه با دوستان اروپایی که دانمارک سفیرش رو فراخونده، فرانسه هم که چند دیپلماتشون رو اخراج کرده، آلمان و بلژیک هم که دیپلماتشون رو دستگیر و دادگاهی کردن. به نظر میرسه که این دوستان اروپایی زیاد به این شوخی‌های تروریستی در خاک کشورشون علاقه ندارند و به خصوص بعد از اینکه دانمارک در پاسخ به این حمله خواهان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه رژیم شده، نمیشه خیلی روی کمک اونها بعد از 13 آبان حساب کرد. پس اول ببینیم که با شروع تحریم‌ها چه اتفاقی برای رژیم میفته. قبل از برجام ما وضعیتی رو داشتیم که قانون تحریم جدید که مطرح میشد، سوال این بود که کی میخواد تو این قانون تحریم جدید تحریم بشه، چه نهادی میخواد تحریم بشه. الان سوال این هستش که چه کسی تحریم نمیشه، چه کسی در نهایت مسئول هستش در کشور از این قوانین تحریمی. یعنی تقریبا اغلب نهادهای حکومتی با موضوع تحریم‌ها به نوعی درگیر میشن، چون اغلب نهادها یا دارن مردم رو سرکوب میکنن، یا در فعالیت تروریستی و موشکی نقش دارن، یا دارن اون رو پشتیبانی میکنن. پس به نوعی تحریم پرشون رو خواهد گرفت. خب پس برجام نافرجام الان این وسط چیکار کرد؟ فراموش شد؟ با توجه به تحریم‌های جدید آمریکایی‌ها و این تحریم جدیدی که آقای ترامپ تعریف کرده و ابلاغ کرده اگه اجرایی بخواد بشه، در واقع به صورت سیاه‌چاله‌ای بخش‌های مختلف رو دنبال خودش میکشه و ما دوچار یک تحریمی میشیم مثل شرایط قبل از برجام خواهد بود. پس این همه سال مذاکره و برجام بازی کردن که الان مثل مارپله برگردن به خونه اول؟ البته با این تفاوت که دیگه اون قضیه هسته‌ای جمع شده و قلب عراق هم بتون شده. یعنی یه ذره از اون شرایط قبل از برجام هم پایین‌تر موقعیتشون. حال ببینیم کارشناسان اقتصادیشون چه راه حلی دارن. آقای دکتر، ممکنه که بازم ما برسیم به این وضعیت که یه روز گوجه فرنگی قیمتش بره بالا، یه روز رب، یه روز پوشک ناپدید بشه؟ از این اتفاقا بازم ممکنه بیفته؟ بله، ممکنه در آینده این قضیه اتفاق بیفته، ولی اینکه تصور بفرمایید که بورس نفت میتونه مشکلات کشور رو کلا حل کنه، چنین نیست. واقعا در کوتاه مدت چنین نخواهد. بله. و افراد میدونستند که این ددلاین یا این در واقع تاریخ 13 آبان خواهد رسید، بنابراین تأثیر خودش رو در بازار گذاشته است. بنابراین ببینید بسیاری از مردم تحت فشار خیلی شدید قرار دارند. خب کارشناس اقتصادی که خیلی دردی دوا نکرد، حالا نتیجهش هم میتونید از زبان بیننده های همین برنامه بشنوید. گفتید که 8 سال بیکارم، 2 فرزند دارم، فقر امانمو بریده. برام حرفایی که دیگه شما میزنید برام مثل طنز و خنده داره. خدا کنه لااقل یه بخندونیم دلت شاد بشه دیگه. چیکار بکنیم؟ به خدا کاری از دستمون بیشتر از این بر نمیاد. این وضعیت بلا تکلیفی فقط مال مجریان تیوی ریش نیست، بلکه اون دسته از مقامات حکومتی که شستشون خبردار شده که دیگه نظام راه حلی نداره هم
چمدونا رو بستن که سر فرصت بعضیا حالا میگن دشمن هست ولی دست و پاش جلو دشمن داره میلرزه بدبخت. تا میگن دشمن اینطور گفته هنوز تحریم شروع نشده، بعضی از اینا سکتشون زده بود. بعضیشون گفته بودن حالا ما مثلا اگه اینطور بشه چمدونمون بستیم کدوم کشور بریم فرار کنیم. خاک بر سرها. این بی‌عرضگی، کمدلی، معلومه که چنین کسی نمیتونه کار انقلاب را ادامه بدهد. بله، در شرایطی که به قول این آخونده هنوز تحریم شروع نشده، مقامات حکومتی دست و پاشون به لرزه افتاده و در دولت روحانی بعضی وزرا استعفا دادن یا استیضاح شدن و خلاصه کنار رفتن. روحانی تلاش کرد با آوردن چند مهره سوخته و زنگ زده جاهای خالی رو پر کنه و اونها رو به عنوان نیروی تازه نفس غالب کنه. ولی این تعویض تو دقیقه 90 حتی در درون خودشون هم کسی رو رنگ نکرد. وزیر قبلی که میاد تو مجلس یه سری حرفای کلی میزنه، بعد وزیر بعدی میاد دوباره همون حرفای کلی رو میزنه. ما دقیقاً نمیفهمیم این تغییر تحولات به چه خاطر اتفاق میفته. من خواهشم اینه که این مهمون بازیای 3 ماه اول رو لطفاً دیگه بذارید کنار، چون وقت دیگه نیست. الان دوباره این بره مهمونی اون بره مهمونی اون. اینایی که آگهی میدن تو روزنامه که آقای وزیر تبریک میگیم، اینا اسمشون یه جا یادداشت کنید. اینا بیخودی آگهی نمیدن، بیخودی هم تاج گل نمیفرستن. اینا رو لطفاً بهشون حواستون باشه. اگه میشه اعلام بکنید آقا اصلا نمیخوام تبریک، خیلی دیر شده، باید بریم کارو شروع بکنیم. بله، تو دقیقه 90 با هیچ تعویضی نمیشه نتیجه 5-1 رو به 5-5 برگردوند. به خصوص وقتی کسایی رو دوباره به عنوان وزیر معرفی میکنی که قبلا توی یک وزارتخونه دیگه مردود شده بودند. راجع به مسائل، ولی این وزرایی که الان داری برمی‌داری و این ترکیب تیم جدید دارن میرن بیرون که نمیرن. ما هم رکب نزنید. میرید بیرون 2 مرتبه یه ترکیب جدید، یه بساط جدید برای انتخابات جدید که البته اگه دستمون برسه محاکمه میکنیم آقای آخوندی رو. دست پرقدرت حزب الله برسه آقای آخوندی رو جناب آقای پرزیدنت محاکمه میکنیم قطعا. شما هم البته باید جوابگو باشید. سر وقتش قبلا صحبت کردیم. بله، اینطور که بوش میاد وزرای جدید روحانی نه تنها هیچ نفس تازه‌ای به دولتش نمیدند، بلکه ممکنه نفسش رو بند هم بیارن. تو که ادعایی داری سازندگی بکنی و نمیدونم چیکار بکنی، چی رو به چند درصد این آمارای دروغی که میگی، تو که نمیدونی پس چرا دروغ میگی؟ تقریبا همتون دروغگو و باید جواب خدا رو بدید. ضمن این که سر فرصت اینا محاکمه بکنیم، دستمون هم نرسه محاکمه بکنیم. قبلا هم گفتیم ان ربک آقا لب صاد بودم آیه جدیدی داریم، این ربک لب استخر. دقیقاً استخر کوشک. لب استخر چی داره میگه این؟ آها، اون قضیه صخر فرح و رفسنجانی و اینا و اونا. خدای ما همون خداییه که لب استخر خفتگیری میکنه. یعنی اگر روز قوه محترم قضاییه نتونست خفت بکنه شماها رو، نتونست گیر کرد یه جایی. پس تهدید استخر برای روحانی در بین ارزشی‌های آتش به اختیار خیلی جدی‌تر از اونه که فقط سهواً روی یک پلاکارد اومده باشه. خب حالا این انتظارات درون نظام از روحانیه و 13 آبان هم در پیشه. کاری که دولت آمریکا دنبال اون بود که 13 آبان رو تبدیل کنه به یک روز تلخ و سخت برای مردم ایران. البته برای اینکه 13 آبان امسال روز خیلی تلخی برای بسیجیان گیج خورده ولایت نشه، نظام میتونه مثل هر سال در این روز یک کارنوال مفصل راه بندازه که توش با ایجاد این سوتی ها اسباب خنده رو برای همه فراهم کنه. They want that the world could be divided and then they will conquer. میخواهند ما را از هم جدا کنند و بر ما پیروز شوند. But if we are united, we will be strong enough for destroy America. اگر همه ما با هم متحد شویم، انقدر قوی میشویم که آمریکا را شکست بدهیم. I'm a follower of Imam Khomeini. I'm a follower of Imam Khomeini. من یک طرفدار امام خمینی هستم. As a black man, I think that Khomeini was the greatest leader of the last time. As a black man, I think that Imam Khomeini was the greatest leader of the last time. من به عنوان یک سیاه‌پوست معتقدم که امام خمینی یکی از بزرگترین رهبران بوده است.
حمایت از آمریکا پیام انقلاب است. حمایت از ما هنوز نمیدونیم در راهپیمایی امسال 13 آبان چه سوتی‌هایی خلق میشه، ولی این رو میدونیم که به خاطر وضعیت آشفته مملکت‌داری آخوندها خودشون بعید میدونن که تا عید دووم بیارن. و به خاطر دعایی که تقریبا طول مسیرم جناب آقای روحانی همه دعا کردن، من هر جایی میرم لب مرز دعا میکردن تا خود اینجا همه دارن همه دعاگوتن و این دعاهایی که کردن تو رو من بعید میدونم که مولایی باشه که تو تا عید دووم بیاری. این دعایی که تو رو کردن اینا کار دو کرام الکاتبینه چی بشه تا عید دووم بیاری. پر واضحه که موج نارضایتی و تنفر از حکومت آخوندی فقط به باند روحانی ختم نمیشه و اگر آتیشش گر بگیره مثل قیام دیماه همه نظام رو نشانه خواهد گرفت و این همون چیزیه که به شدت ازش واهمه دارند. شما میخواهید مردم رو عصبانی بکنید، مردم عصبانی هستند و میشن، ولی از شما، از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت خودشون، نه از نظام خودشون. نمیدونم این اعتماد به نفس رو از کجا آوردی که به خودت اجازه میدی از جانب مردم صحبت کنی، چون مردم توی شعارهاشون دشمن خودشون رو با زبون خودشون نشون میدن. دشمن ما همینجا، دروغ میگن آمریکا. دشمن ما همینجا، دروغ میگن آمریکا. به این ترتیب میشه از الان پیش بینی کرد که بعد از 13 آبان نه از درون نظام یعنی کابینه روحانی و نه از بیرون نظام یعنی از اروپایی ها آبی برای خامنه‌ای گرم نخواهد شد، ولی چیزی که قطعاً گرمتر و داغتر میشه خشم و نارضایتی مردم از تمامیت این حکومته که با هر جرقه‌ای دوباره زبانه میکشه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.